خلسترین چیست؟ نمودهای خلسترین. وظیفه خلسترین در ارگانیسم ما. آیا دانستن مقدار خلسترین ها به همه حتمی است؟ اگر مقدار خلسترین در خون بسیار باشد چیکار کنیم؟ سلام، با شما هستم دکتر کاردیولوژ سلطانزاده عبدالله. امروز در اطراف خلسترین و وظیفه های آن صحبت میکنیم. دوستان، ویدیو را تا آخر تماشا کنید، لایک مانید، подписаться کنید و به دوستانتان پدیلیتسا کنید. خلسترول، نام خیمیایی خلسترین، یک ماده روغنی ارگانیکی بوده برای بنیاد حجره ها و گرمان ها لازم است. همیشه در بدن انسان موجود بوده. برای مبادله ماده ها ضرور می باشد. اکثریت خلسترین ها تا 80% از جانب خود ارگانیسم، اساساً از جانب حجره های جگر حاصل می شوند. قسم کمی باقی مانده با غذا تا 20% می آیند. خلسترین ها 3 نمود می شوند. یکم، لیپوپروتئین های عمومی یا اینکه آزاد. دوم، لیپوپروتئین های زیچهشان بلند. سوم، لیپوپروتئین های زیچهشان پست. هنگام بسیار استعمال کردن خوراک های روغنی و ویرانشوی مبادله لیپیدها یعنی چرب ها در جگر، مقدار زیادی لیپوپروتئین های زیچهشان پست حاصل می شوند. لیپوپروتئین های زیچهشان پست را لیپوپروتئین های بد نیز می نامند. لیپوپروتئین های زیچهشان پست از همه اتروگنی یعنی که خوفناک زیانآور می باشند. وقتی که مقدار آنها در خون از معیار زیاد شد، به واسطه چند عامل ها به مثال التهاب رگ‌های خونگرد در حال در دیوار درونی رگ‌ها جایگیر شده، داغ‌های لیپیدها را به وجود می‌آورند که باعث پیدا شوی اتروسکلروز می‌گردد. لیپوپروتئین‌های زیچهشان بلند اساساً در جگر حاصل می‌شوند. وظیفه اساسی آنها این کشانیدن لیپوپروتئین‌های زیچهشان پست از خون به جگر و از جگر با راه تلخگذر به تلخدان و به روده 12 انگشته ریخته می شوند و باز در دوام یک شبانه روز از روده باریک به خون جبیده می شوند.